این پسر به قدری کار بلده که هر دختری رو که بخواد میتونه مخشو بزنه و ببردش روی تخت، که از غذا داروهای جنسی هم میفروشه که در حین کار کردن عاشق این دختره میشه و بریم ببینیم این بانو رو چند بار افتتاح میکنه. این پسر تا ما رو هم نکرده لایک و سابسکرایب یادت نره. منتظر ما. خب اول فیلم جیمی توی فروشگاه بزرگ لوازمای برقی کار میکنه که برای جذب مشتری از روش خودش یعنی مخ خانوما استفاده میکنه و میبینیم که همیشه خدا با دخترها لاس میزنه، یعنی انقدر تو کارش حرفه‌ایه زن رئیسش هم که میلف حشریه بلند کرده و تو اتاق کارش ترتیبشو میده. به خاطر این کارش از اونجا اخراج میشه. شب تو خونه با خونوادش جر و بحث میکنن که بره به یه کار دیگه که آخرش هم با یه دعوای لفظی تموم میشه. اولم برف میزنی؟ ببخشید دکتر بهرام. آخه این کجا بره که همه رو بگانده؟ روز بعد میره به یه شرکت داروساز که داروهای جنسی تولید میکنه به نام فایزر تا اونجا شروع به کار کنه، یعنی اون داروها رو بفروشه. بعد از گذروندن چند تا کلاس مخ مدیر اونجا رو میزنه و برای اولین بار تو دنیا کسی رو میبینیم که مدیرش رو به چند روش سامورایی میگاد. تعریف نباشه من فکر کنم دیگه مثل من نمیاد. و میگه اگه نمیخوای ترتیب تو رو هم بدم اول ویدیو رو لایک کن، بعدم این کانال رو سابسکرایب کن. فرداش با دوستش بروس میرن که داروها رو به دکترها و بیمارستانها بفروشن که اول کارم زیاد خوب نبودن، ولی بازم استاد با روش‌های VIP منشی‌های بیمارستان رو بلند کرد و حتی بازم با یکیشون رفتن روی تخت. فشار میخوری؟ خب گو میخوری. تا بتونه داروها رو به بیمارستان ببره. بعد از اون کنار دکتر نایت شروع به کار کردن کرد تا بتونه داروهای بیشتری بفروشه. رفتن پیش اولین بیمار که همون دختر کونی مونه. کونی؟ یعنی چیز؟ دختر حشریمون که بیماری پارکینسون داره و هر چقدر سنش بالا بره بدنشو نمیتونه کنترل کنه و به لرزه میفته که دکتر جان براش دارو مینویسه و حتی سینه‌هاش هم به دکتر نشون میده چون یه دونه توش کوچولو روی سینه‌هاش بود. پس درسته که میگن دکتر محرم بیماره. نه چیش بده؟ جای تشکرم داره. موقع رفتن دختره که اسمش مگی بود میاد جیمی رو میزنه چون اونم اونجا یواشکی سینه‌هاشو تیت زده بود و بعدم میره. استاد با روش خودش از منشی شماره مگی رو میگیره که میبینیم برادرش میاد که دوست دخترش ولش کرده و شکست عشقی خورده. شما اینجوری نکنین. اگه شکست عشقی خوردین بیان توی کانال و فیلمای ما رو تماشا کنین، بلکه با صابون گلنار کنار بیاین. به دختره زنگ میزنه و توی محل کار دختره قرار میذارن. اونجا جیمی درباره بیماریش با هم صحبت میکنن و میگه که کار من فروش داروهای جنسیه و بعد از قرار میرن خونه مگی و استاد به چند روش ایرانی ترتیب دختره رو میده. باش با حالی که با آرزوت رسیدی. بعدش مگی میگه که برو و اگه حشری شدم زنگ میزنم بیای تا ترتیب منو بدی. واقعا عجب دوست خوبی داری. اگه تو هم میخوای یه دوست اینجوری نصیبت بشه کانال رو سابسکرایب کن و تو کامنت ها بگو. بعد از اون مگی هر وقت حشری میشد به جیمی یه دونه پیام میداد و اونم میومد و کارو برا دختره در می آورد. این مرد نبود کیرشو بوسید که فکر کنم دختره 2 وعده در روز باید بره زیر جیمی تا بلکه گرماش یه کمی بیاد پایین. آدم استرن. روز بعد وقتی که میخواست بره بیمارستان و داروهای خودشو با داروهای دیگه جابجا کنه از بیمارستان نمیذارن که انگار فهمیدن که چه غلطی داره میکنه و دیگه نمیذارن بره تو. اونی که چند بار به شما فرصت میده رمز گوشیته نه من. بعد هم غذا میگیره و میره پیش مگی و بعد از خوردن غذا
این دلانگیز ورودی‌هاشو به روی جیمی باز میکنه و حسابی جیگودات میزنه و بعدش کل روزو با همدیگه میگذرونن. چند روز بعد که دوتاشون هم درگیر کاراشون بودن، دیگه جیمی دلو میزنه به دریا و میگه که عاشقشه و یه راند دیگه هم میرن که این دفعه جیگوداتشون خونه رو به لرزه در میاره. خیلی هم عالی. فرداش بروس بهش یه دارو میده که معرفیش کنه که دارو هم چیزی نیست جز شک کردن پای وسط آقایان. دلت نخواد. که خیلی هم از فروش این محصول کیریه، یعنی چیز عالی، کلی پول در آوردن. حقوق چقدره؟ 10 میلیون تومان. 30 روزه. تو این صحنه میبینیم که کار از گاییدن مگی گذشته و دارن فیلم سکسشون رو ضبط میکنن. بعد از اون که دیگه جیمی پولدار شده بود، اشغال به راه بود. وقتی که جیمی میاد خونه میبینه که داداشش نشسته و داره با فیلمی که ضبط کرده بودن جک میزنه که الحق مگی چه چیز بزرگی داره. جونو برم. یعنی منظورم چشماشه ها. اوه منحرف. چقدر تو چشات خوشگل لام هستم. به جای این کارا کانال رو سابسکرایب کن. شب بعد از انجام دادن کاراش میره پیش مگی که میبینه داروهاش تمام شده و دستاش خیلی به لرزش افتادن، که بعد از کلی جر و بحث مگی میگه که منو ول کن و برو، چون این بیماری به زودی عقلمو از دستم میگیره و برو با یک دیگه زارتان زورتان بازی کن. ولی جیمی دست بر نمیداره و میره همه جا رو به هم میزنه تا برای بیماری مگی یه درمونی پیدا کنه که نمیشه و این دوتا ناچار از هم جدا میشن. من آدم زندگی با تو نیست. راه من تو همینجا از هم جدا میشه. بعد از چند روز ناراحتی میبینیم که رفتن به یه پارتی که برادر جیمی یه دختر بلند میکنه و در حال انجام عملیات بود که جیمی در رو باز میکنه و میگه باید بریم و عملیات همون داری ناقص میمونه. جیمی میگه که کارمون خیلی خوب پیش رفته، باید زود بریم شیکاگو، که میرن خونه. در حین جمع کردن وسایلاشون جیمی فیلم سکسشون که ضبط کرده بودن رو میبینه و سر همین ناراحت میشه که مگی رو ویل کرده و دوباره میره پیشش و ازش عذرخواهی میکنه و این دوتا دلانگیز هر روز، هر ساعت، هر دقیقه و هر ثانیه فقط همدیگه رو میگن. وای کسم. خب رفقا، برای دانلود فیلم به کانال تلگرام برید و یادتون نره که ویدیو رو برای دوستاتون ارسال کنید. تا ویدیو بعدی، بدرود.